همه تجربه ضربه زدن از سوی غرب ما داریم. عده‌ای هستن در کشور روشنفکران غربگرا، غرب زده، دلبافته غرب، از این تجربه ها درس نمیگیرن. دشمن مغز طراح سیاسی داره، فکر میکنن که چه کار باید بکنن. یکی از طراحی‌ها این است که حرف آخر رو اول نزنن، آرام آرام به تدریج طلبگاری ایجاد کنن، طرف رو وادار کنن به عقب نشینی. به مجردی که عقب نشینی کردید یک طلبگاری دیگه شروع خواهد. حالا بعضیا میگن آقا یک چیزی بدیم یک چیزی بگیریم، بدیمش درسته بگیریمش درست نیست، هیچی نخواهند. شعارهایی رو درست میکنن، ایران رو در محور شرارت گذاشتن، فلان کارا رو بکنیم تا ما رو از محور شرارت بردارن. این شد حرف. غلط کردن گذاشتن که حالا بخوان بردارن، خب دوباره میگذارن هر وقت لازم. حواستون جمع باشه ها، آدم جا بخوره، خب این جا خوردن حد یقف نداره. شما این یک سنگر رو عقب می‌نشینید، فرض کنید که فلان الحاقیه رو قبول کردید، بعد یه چیز دیگه مطالبه دیگه ای مطرح خواهد شد، فلان دولت غیر قانونی رو به رسمیت بشناسید، باز همون فشارها، باز همون تهدیدها. به مجردی که او رو شناختید باز یک درخواست دیگه مطرح شد که شما هم تو ذره ذره باید عقب بنشینید. این حد یقفی نداره. من این سالها بارهاست به بعضی از مسئولینی که دچار وسوسه ها و واهمه هایی بودن گفتم بابا حد یقف این فشار آمریکا کجاست؟ اونو مشخص کنید. من و شما مگر میتونیم مملکت رو بدیم به دست دشمن